با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. با یک برنامه جدید در خدمت شما خواهیم بود و همصحبت من هستند جمشید عظیموف، نماینده مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. و برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت را پذیرفتید. بگویید چه حال و احوال دارید و زندگی رو در شهر عظیم دوشنبه چگونه پس‌تر میکنید به عنوان یک عالم، یک دانشمند؟ خیلی خوب، سپاسگزارم. واقعا شهر دوشنبه روز با روز زیبا و شکوفا میشد و سپاسگزار هستیم از دست اندرکاران آبادی شهر دوشنبه و سپاس خدای را که هستیم اینجا و آنگونه که زندگی برای ما یک وضع خوبی را مهیا کرده است و امروز هستیم و کوشش میکنیم که برای شکوفایی تاجیکستان عزیز، برای پیشرفت مردم عزیزی تاجیکستان، هر کاری که از دست ما میآید، هر اندیشه سازنده‌ای که داریم برای خدمت مردم عزیز پیشکش کنیم. سبب دعوت شما به برنامه کتابخوان این است که ما طول 3 ساله که در این برنامه داریم فعالیت میکنیم، یکی از موضوعهای محوری، یکی از موضوعهای کلیدی که همیشه ما صحبت کردیم در برنامه درباره تست بوده است، یعنی گذشتن هم نظام نو. و اکثر اشتراکداران برنامه که استاد بودن یا دانشمندا بودن، عاملی بیسوادی یا عاملی بعض نقصان ها در تعلیم رو تست میدونن. پیش از آن که به این قسمتی بحث بگذاریم، اول میخواستم از شما بپرسم که اصلا همین مرکز ملی تستی که به یک نظام نو ما گذاشتیم، فعالیتش چی است و چرا این در این عصر، در این زمانی که ما مهم زندگی میکنیم، برای تاجیکستان مهم شد و چرا ما به این نظام گذاشتیم و اصلا کارش چی است، فعالیتش چی است؟ یا کمی روشنی بدوزید برای بیننده برنامه کتابخوان. تشکر زیاد. واقعا ببینید، همه خوب میدونیم که در نظام پیشتره قبول دانشجویان به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی یک خرج و مرج، یک نادرست کاری ها گوییم هم وجود داشت. تاثیر عامل های انسانی، رشوه خواری، بی‌عدالتی، این همه جای داشت که ما همه شاهد اون بودیم و ما میدونستیم این پدیده های نادرست روز به روز در جامعه ما پهن میشد و مخصوصا در نظام قبول دانشجویان به مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی. و اینک 11 سال می شود که مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قبول دانشجویان با مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی رو میگذراند. باز خدای را که امروز هم رهبریت جمهوری تاجیکستان، مثلا پرزیدنت محترم ما، و هم جامعه تاجیکستان، مردم تاجیکستان با مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعتماد دارند. این عامل هایی که مثلا گفتیم در اول برنامه که بعضی از اساتید، بعضی از آنهایی که تا جای ناراضگی میکنن از این نظام، فکر میکنن عاملش چی است استاد؟ شاید این دوستان عزیز ما فکر میکنند که مرکز ملی تستی تاجیکستان، مرکز ملی تستی این سببگاری پس شدن درجه دانشی خوانندگان گشته است. سبب نادرست و راه یافتن بعضی دانشجویان، بعضی داوطلبان با مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی شده است که اصلا این طور نیست. برای فهمیدن این مسئله ما باید اول خود نظام امتحان‌های مرکزانه داخل شوی رو باید شرطیم که این چی نظام است. نظام امتحان‌های مرکزانه داخل شوی نظام است که در اساس چند پرینسیپ راه اندازی می شود. یعنی پرینسیپ دسترسی برابر، پرینسیپ عدالت، شفافیت. یعنی چی؟ امروز داوطلبان ما با در سپردن امتحان ها برای همه یک شرایط یک خیله مهیا شده است. امروز هیچ داوطلب از محل زیستش تا به شهر دوشنبه نمی آید که امتحان سپارد. یعنی امتحان ها در خود منطقه ها تشکیل کرده میشن.
در منطقه‌های نزدیک به جای استقامتی داوطلب و دیگر برای همه داوطلبان شرایط یک خیلی سپردن امتحان مهیا می شود. یعنی همه داوطلبان در یک ساعت معین به سیمخانه می درآیند. در یک ساعت معین دستوری سپردن امتحان را گوش می کنند. در یک ساعت معین به کار کردن سوال و مسئله شروع می کنند و امتحان در یک ساعت معین شروع می شود و در یک ساعت معین انجام می رسد. دیگر کاری همه داوطلبان از روی یک معیار یگانه سنجیده و بهاگذاری می شود. این طور نیست که کاری یک داوطلب از روی یک معیار، کاری داوطلب دیگر از روی معیار دیگر. نه. یعنی معیار خالگذاری، معیار سنجش دانش و ملکه و مهارت داوطلب یک است. دیگر شفافی گفتیم و وقتی که داوطلب امتحان میسپارد، پس از امتحان کتابچه تستش رو همراه خود میبرد. البته همان بگاه جوابهای درستی سوال و مسئله های تست در سامانه مرکز نشر می شود و داوطلب امکان دارد که همان بگاه البته خال خودش رو حساب کند و ببیند که به چند سوال جواب درست داده است، به چند سوال جواب نداده است. یک نکته دیگر، در روز امتحان تمام روند امتحان نظاره می شود، ثبت می شود و خود پدر و مادران و آنهایی که همراه داوطلب هستند در زالهای مخصوص امکان دارند که رفت امتحان رو نظارت کنند. نگاه نظریه از نگاه اون شما بسیار زیبا است، یعنی عدالت، برابری، یعنی دست نزدن به عامل‌های کارپسیونی و همه این. و یک چیز است که قابلیت، یعنی اون ماشین، اون تستی که دانشجو میسپارد یا مثلا همون جواب میتید، همین فاکتور قابلیت سنجیده نمیتوند که یک بچه چقدر قابلیت داره، دیگرش چقدر قابلیت داره. شاید یک انسان میتونه تصادفاً بگذرد. یعنی بسیار این گپا رو میشنویم. یعنی این مسئولیتش به گردن مرکز ملی تستی نیست دیگر. یعنی اون اومد فقط سپورت گذاشت رفت. ببینید خب منظورم استاد فهمیدیم ما قابلیت بچه را چقدر مشخص میکنیم. مثلا بعضی کسبی است که ادبیات است، تاریخ است، نمیدونم قابلیت نطق است، نوشتاری است، اینا را چقدر مثلا معین میکنیم از قابلیت یک بچه که داخل بشه. ببینید نظام امتحانات مرکزنده داخل شوی در اساس تست گذرانی صورت میگیرد. یعنی تست این یک واسطه، یک ابزاری سنجش دانش و ملکه و مهارت خواننده است. ما دو مسئله رو باید اینجا تشخیص دیم، از هم جدا کنیم. یکم سنجش، دوم تعلیم. یعنی وظیفه مکتب، وظیفه مؤسسه تعلیمی این تعلیم دادن خواننده است. یعنی خواننده باید در ظرف 11 سالی که در مؤسسه تعلیمی میخواند باید یک دانش‌های معین، یک ملکه و مهارت‌های معین رو باید از خود کند. اکنون تست واسطه سنجش 11 سال خوانده اون بچه، 11 سال خوانده داوطلب است. یعنی وظیفه تست این تعلیم دادن داوطلب نیست، تعلیم دادن خواننده نیست. وظیفه تست این بلند برداشتن درجه دانش خواننده نیست. وظیفه تست به خواننده طرز نوشتن انشا را آموختن نیست، بلکه وظیفه تست این سنجش دانش خواننده است. شما ببینید، من یک مثال بگم برای شما. برای سنجیدن مساحت خانه به ما چه در کار؟ یک متر در کار، بله، دستگاه چینگ. برای سنجیدن وزن یک اشیا ترازو در کار و همین گونه، یعنی ترازو و متر این ابزار است، این واسطه است و تست هم این یک ابزار است، این یک واسطه است. یعنی این است که خواننده دانش دارد یا ندارد، این وظیفه سنجیدن تست این رو میسنجد، معین میکند که همین خواننده ما چقدر قابلیت دارد، چقدر دانش دارد. و بنابر همین اینجا باید همین چیز رو روشن کنیم که
وقتی که خیلی ها ناراضی هستند که تست سبب ماندگی پس دانش می شود، اون عزیزان ما باید دانند که آیا طوری که اینجا گفتم برای خانه تنگ یا وسیع است این عیب متر است، وزن اشیا سبک است یا وزنین است که ما میگیم این اشیا 100 کیلو است، این اشیا 50 کیلو است. آیا این عیب ترازو است که این را 50 نشان داد و این را 100 نشان داد؟ نه. و تست هم این به ما نشان میدهد که همین خواننده درجه دانشش تا کجا است، درجه ملکون مهارتش چقدر است. بنابر همین ما اینجا همیشه میگیم که تست این امتحان است، سنجش است و تست معین میکند که ما در ظرف 11 سال خواننده ما به کجا رسید. یعنی طرف دیگر این بچه‌ای که اینا میسنجه طرف اون طرف دستگاه هست، داخل انسان نیست. آره. یعنی یکی از دلایلی که این اساتید و بزرگانی که دیگه که این اراده میگیرن میگن تا زمانی که این تست مود شد، مثلا شما گفتید 10 سال، اینو میدونن از داخل همون سامانه های وزارت یا که هر جایی که همون کلاسترها رو میگیرن وابسته به کلاستر 1 2 3 4 میگه بچه این خیلی میگن که مرکز زیاد تولید شدن. اگر شما استاد دانید مرکز زیاده که بچه رو در ظرف 1 سال آماده میکنن. یعنی این کلاستر رو میگیرد، هر کس وابسته به کلاستر فرض کنیم 5000 سوال جواب گیشه پاسخ شامش تیار کرد، شاید این 10 سال مکتب اینا رو نخونید، ریشه‌های اون درس نفهمید و این میگه میاد فقط به خاطر یک چیز همین دستگاه دست سپارد، جواب بلی بلند گیرد و گذرد، تمام. اینجا تقدیر این بچه‌ها چی میشود؟ اینجا دیگه آینده چی میشود؟ مردم از اینجا نگرانی دارن که مثلا چی میشه؟ من نگرانی این مردم رو درک میکنم، واقعا هم درست است که ببینید ما همیشه تاکید میکنیم که تعلیم، آموزش تنها به خاطر سپردن امتحان نباید. این طرف میخواستم شهر بتین استاد. بله ما همیشه تاکید میکنیم که وظیفه مکتب این تعلیم و تربیه است. یعنی خواننده باید در ظرف 11 سال که در پس کرسی طلبگی هست باید اون برنامه تعلیمی که وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده است باید از خود کند. این باید از خود کند و وظیفه طلبه خواننده این نباید باشد که تعلیم رو تنها به خاطر سپردن امتحان. این کاملا نادرست است و امروز انا همین نادرست فهمی یکم نادرست فهمیدن تست، یعنی وظیفه مرکز ملی تست نیست که بچه را در ظرف 1 روز بسواد کند یا دانشمند کند. البته وظیفه مرکز ملی تست طوری که گفتم این یک واسطه، یک طوری که میگیم غلبیر. این استاد شما فکر نمیکنید که عامل شده نمیتواند که آدمای تصادفی هم بگذرن؟ شما گفتید که اونجا واقعا کروپسیا نیست، یعنی فساد نیست، برابری هست، یعنی اون کامر همه چی درست میشود، ولی یک انسان میرود خیلی توکل مثلا میکند میگذرد، ولی در فاکتور انسانی خیلی نمیشه. شما حتما میسنجید، اون سوال میدید، جوابش هم میگیرید، بعد میپرسید. یعنی اینجا امکانات دارد که آدمون زیاد تصادفی مثلا وارد دانشگاه بشن. این شدنش ممکن است. برای همین یعنی مرکز هم پاسخگو به این نیست، فقط هم جوابش نگاه میکنن. دقت کنید، شکل‌های معین، شکل‌های گوناگونی تست وجود دارند. مثلا امروز در بسیار کشورهای جهان شکل‌های گشاده تست رو استفاده میبرند. یعنی در شکل گشاده تست همون تخمین کار کردن وجود ندارد. یعنی داوطلب باید به مسئله توجه کند، مسئله را کار کند، جواب مسئله را معین کند و خالی معین شده را به دست دارد و این یک چند وقت در کار که ما به این برسیم و حالا تجربه ما یک تجربه 10-15 ساله است و کشورهای همسایه ما، کشورهای دیگر اروپا در این زمینه تجربه های 30-40 ساله و حتی 100-150 ساله دارند و شما تصور کنید ما اینک با 10-11 سال شد با همین نظام امتحانهای تستی گذاشتیم و یک وقت میخواهد که ما با همون سوالهای زینه‌های دشوارتر بگذاریم. امروز ما بیشتر سوال و مسئله‌های
سه شکل استفاده میبریم. سوال و مسئله با انتخاب یک جواب درست، سوال و مسئله ها برای معین کردن موافقت و سوال و مسئله های گشوده. شماره سوال و مسئله های گشوده خیلی کمتر هستند، ولی قسم بیشتری سوال و مسئله های ما سوال و مسئله ها با انتخاب یک جواب درست است که واقعا هم خودی تست شناس ها هم اقرار هستند که در این شکل سوال و مسئله ها تخمین جواب دادن 25% را تشکیل می‌دهد. این خیلی زیاد نیست به فکرتان استاد؟ درست است. ببینید برای همین، برای آن که ما همین تخمین کار کردن را کمتر کنیم، امروز سال به سال ما شماره سوال ها با انتخاب یک جواب درست را کمتر میکنیم و شماره سوال و مسئله ها برای معین کردن موافقت و شماره سوال و مسئله های گشوده را زیادتر کرده ایم. متاسفانه تجربه ما نشون میدهد که سوال و مسئله های گشوده را شماره کمتری خواننده ها حل کرده میتوانند. عاملش چی است استاد بندشش؟ عاملش این است که درجه دانش خواننده های ما با اون طلباتی که ما داریم موافق نیست. و این یک چیز رو باید تاکید کنم که برای معین کردن عامل ها باز یک تحقیقات های دیگر باید گذرانده شود. باید معین کنیم که سبب چی است که خواننده ما امروز سوال و مسئله های گشوده را کار کرده نمیتونه و سوال و مسئله های گشوده جواب گفته نمیتونه و این باید یک تحقیقات های دیگر گذرانده شود که تحلیل شد که واقعا کجا است مشکل اساسی، مشکلی کجا است و این رو نمیشود با یک سخنی ساده با یک نظر یک دو سه نفر نتیجه گیری کنیم و بگوییم که آره درجه دانش خواننده ها پست است. اینجا من یک اشاره کردم، ولی باز میگم برای معین کردن این مسئله تحقیقات گذراندن تحقیقات ضرور است و مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان موافق وظیفه های آیین‌نامویش در برابر قبول گذراندن امتحان های داخل شوی باز مانیتورینگ و ارزیابی صفت تحصیلات را باید میگذراند و امروز مرکز ملی تستی در همین سمت کار کرده است، هم در همکاری با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، در همکاری با شریکان رشد، مرکز ملی تستی ارزیابی صفت تحصیلات، ارزیابی ملی صفت تحصیلات رو میگذراند و همچنین یک تحقیقات های مهم در ساحه معارف که این رو ما تحقیقات های بین المللی میگوییم و تاجیکستان بار اول سال 2025 در یک تحقیقاتی ارزیابی دانش خوانندگان، یک ارزیابی مقایسوی بین المللی اشتراک میکند که این رو مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اونجا بسیار شد معین شود که عامل ها چی هستند. البته اینجا علاقه معین میشود که اونجا نه تنها فقط تست است، یعنی معین کردن درجه صفت دانش تعلیم خواند کتاب شده، اونجا تمام عامل هایی که با دانش خواننده ها تاثیر میرساند سنجیده میشود. استاد شما خودتون در یک نظام عنعنوی تحصیل کردید که خیلی یک از نگاه امروز نسل شما یک نظام خوب بود با اندیشه اون سالهای گذشته و درس خواندید، یعنی زحمت کشیدید، عالم شدید، دانشمند شدید. من میخوام نظر شخصیتون رو بفهمم. در این ما نام از مرکز مشخص نام نمیگیریم، همین مرکزایی که امروز دانشجویان رو در ظرف یک سال آماده میکنن، یکی از مشکلاتی که امروز بحث سرش وجود دارد آماده میکنن و ظرف یک سال فقط با تست با اینها کار میکنن و بسیار خیالشون راحت شده است. یعنی میگه بچه‌م 10 سال نخواند 11 سال نخواند میره یک سال این مرکز در یک مبلغی معین میدیم. حتی گیمنازی‌های پولاکی این کارا میکنن، یعنی اونایی که هر سال 10,000 12,000 تومان بچه‌شون در پول میتین، اونجا باید صفت تعلیم خوبتر باشه، باز در این مرکزا میارن ظرف یک سال آماده میکنن برای فقط تست. فکر میکنم همین رفته رفته فاجعه نمیشد برای علم یک کشور، برای دانشجوی و برای مکتب ما فاجعه نمیشه اگر فقط روی این تاکید کنیم. من نظر شخصی رو نمیخوام بفهمم، از مرکز نام نمیگیریم، فقط میخوام موضوع رو کشاد روشن بگیم چی گپ است. اون چیزی که شما اینجا مطرح کردید واقعا هم جای دارد و این درست هم هست
که امروز اون نفرهایی که آگاه هستن، اون نفرهایی که این چیز رو درک میکنن درد میکشن. چرا این طور است؟ و این مسئله رو خودی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان هم درک میکنن. و امروز ما با یک نظامی دیگر، با یک چی میگیم مناسبتی با صلاحیت به تعلیم رو آوردیم. اون نظام عنعنوی که من و شما تحصیل کردیم واقعا هم اون نظام خوبی هم بود و در جای خودش خوب بود. در زمان خودش، در زمان خودش، در جای خودش یک نظام خوب و یک نظامی که بود کارشایان بود. و امروز ارزش ها دارد دیگر می شود. امروز جامعه پیش می رود و ما نمی توانیم در یک جا شخصوره مانیم و امروز ما هم در برابر جامعه جهانی باید پیش رویم. بنابر همین امروز یعنی مناسبتی با صلاحیت به تعلیم یعنی چی؟ خواننده در برابر گرفتن یک معلومات، دانش باید ملکه و مهارت های معین رو داشته باشد. یعنی دانستن فقط برای دانستن نه، دانستن برای توانستن باید باشد. بیشتر رو آوردن به تست و اذیت کردن تست، ما همیشه این رو محکوم کردیم و محکوم میکنیم و ما همیشه در سخنرانی خودمون، در برآمده‌ها، در نشست‌ها، در واخوری‌ها این رو تاکید میکنیم که دوستان عزیز، برادران گرامی، اذیت کردن تست کاملا غلط است. این ممکن نیست. ما همیشه تاکید میکنیم که خواننده باید برنامه تعلیم رو از خود کند. بله. و باید اون ملکه و مهارت‌های تطبیق کردن دانشش رو داشته باشد. یعنی وقتی دانش میگیرد باید استفاده بردن دانشش رو در جاهای معین استفاده برده تواند دانشش رو. ما به این تاکید میکنیم و نظری شخصی من این است که امروز انا همین کاری که بعضی مرکز ها میکنند و مسئله تست رو داغ کرده است و مردم فکر میکنند که این عیب تست است. بله اینجا نه، بله. این عیب تست استاد نیست. چرا این سوال من دادم؟ من از دانشگاه طبی، این چیزی واقعیت هم میگم، از دانشگاه طبی، دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان استادان میگن بچه‌ها اومدن با بالهای خیلی بلند، یعنی اون بالا واقعی سپرده است، یعنی اونجا یگان فساد رخ نداده است، یعنی عامل‌های خشتباربازی نبوده است، عامل‌های تاثیررسان نبوده است، یعنی با بال خیلی بلند اومده است، ولی همین که سپرده است تست بعد دیگه تمام، یعنی فراموش دست اون دانشو و میگه بچه فکر میکنه نه صنف 4 و صنف 5 است. یعنی اونجا میگه چرا وای بالش مثلا 100 بال 80 بال در تخصص خودش، همین دانشگاه طبی هم دانشگاه ملی ما استادا قطعی در این موضوع صحبت کردیم، بعد ما علت شدیدیم که اون بچه فقط ظرف یک سال فقط تست اذیت کرده است. درست است. ببینید بنابر همین اشاره کردم اول که وظیفه تست گفتیم این سنجش است. شما ببینید امروز تست شناسی در کشورهای پیشرفته جهان همچنین یک علم استفاده می شود. علم مشخص آموخته می شود. یک علمی دقیق، یک علمی مهم آموخته می شود. و من اینجا یک کتاب را خوندم. ببینید این کتابی است که یک کتابی درسی است، یعنی مقدمه به نظر کلاسیکی و معاصری تست. کدام علما کار کردن کتاب کجاست؟ این دانشمندان غربی هستند و این را دانشمندان روس ترجمه کردن و امروز این یک کتاب درسی برای تمامی نفرانی که با تست سر و کار دارند و حتی فاکولتیت های پسیخولوژی تجربه چندین کشورها را آموختیم. مثلا کدام کشورها؟ مثلا کشورهای به ما نزدیک و دوست و کشورهای سابق شوروی، در برابر این کشورهای اروپا چون خودی بریتانیا، خب بلغارستان، خب و تجربه آمریکا، تجربه کانادا، تجربه ترکیه را آموختیم، تجربه استرالیا را آموختیم و حتی دانشمندان هم از استرالیا آمده بودند و به ما درس دادند. یعنی این چیز هست، این خیلی که زمینه ها خالی بود. البته این شما ببینید طوری که گفتم این یک علم است،
یک امروز علمی دقیق است و امروز تمام دانشمندانی که روی این علم کار کردن اقرار کردن که تست از دقیق ترین و با اعتماد ترین واسطه ارزیابی دانش و ملکه و مهارت خواننده است. اگر درست فهمیده شود، درست تطبیق شود، درست درک کرده شود و اگر درست استفاده شود. و مشکلی ما این است که امروز ما تست رو یک چیزی سهل و ساده فهمیده ایم و همه گناه هم باری تست میکنیم. میگیم که بیساوت شد بچه ما پیش تست شید. ببینید امروز و دقت کنید و وقتی که این یک علم است باید اونهای روی این علم کار کنند که این علم را آموختند. حتی یک تصوراتی کمترین را در دایره نظریه و نظری معاصر و کلاسیکی تست داشته باشند. و متاسفانه امروز اونهایی که حتی از کوچه تست نگذاشتند امروز تست می نویسند و فکر میکنند که یک سوال رو می نویسند و در زیرش 4 جواب رو میگذارند، این می شود تست. و ان همین کاری که امروز چی در مؤسسه های تعلیمی چی در نوشتن کتاب های درسی این کار رو میکنند سبب نادرست فهمیدن تست شده است. ببین با اون مسئله که شما برداشتید و ان همین نادرست فهمیدن تست و نادرست ترتیب دادن تست که امروز یک مد شده است. حتی در مکتب های میانه استادای علاوه شاگرد تیار میکنن برای امتحان ها. بله. و همین سبب اون نگرانی مردم شده است. اون نفرانی که میبینند که نفرهای با سپردن همین امتحانی سنجش تستی داخل شدند و ولی بلند گرفتند و یا اینکه پس از سپردن امتحان دیگر اون همه را فراموش کردند. بله. بنابر همین امروز ما باید درباره تست و سنجش های تستی باید فهمیش درست داشته باشیم و اونهای باید با تست سر و کار داشته باشن که طوری گفتم یک کمترین دانش رو درباره تست داشته باشن. در صورتی نادرست تهیه کردن تست، در صورتی نادرست استفاده بردن تست، نتیجه ها هم نادرست می شود. یعنی شبیه ساختن یک ماشینی است که اگر یک قسمتش درست ساخته نشود میتونه بس آدم دچار شود، میتونه حرکت نکنه. نتیجه دلخواه به دست میاره. دستگاه است ساختن یک دستگاه. بنابر همین تست هایی که برای سنجش دانش و ملکه و مهارت خواننده ها استفاده می شود باید از نقطه نظر تست شناسی باید درست تهیه شود. یعنی ما در تست شناسی داریم تحلیل های آماری و پسیخومتری. یعنی هر یک سوال و مسئله تست، هر یک تستی که تهیه می شود از نقطه نظر تست شناسی باید به همین طلبات ها جوابگو باشد. شما از امریکا و کانادا و دیگر کشورهای دوورج تجربه اونها وقتی که امتحان ها نزدیک می شود میبینیم کتابخانه ها میجوشد. یعنی آدم ها از هم ترم خود چه میگیرد میرد با استادش سر کار میکند کتاب میگیرد و خوانشش زیاد میشود. ولی متاسفانه ما وقتی که امتحان های ما نزدیک می شود خواننده های ما بجز گرفتن کلاستر هیچ کس به سمت کتاب مشخص نمیرود، کتاب مشخص سراغ نمیکند. من از کتابدارهای مکتبا پرسیدم چون یک آمادگی برای این صحبت داریم، هیچ کس هم کتابی لازمش سراغ نمیکند و تمام نفرها آماده میشن به اون کلاستر 1 2 3 4 5 حتی 2 سال تا 1 سال. ما خیلی از این موضوع نگرانیم که اگر اینو به سمت کتاب نروند، به سمت هم علم های بنیادی نروند، با استادا زیاد سر و کار نکنن، خیلی من فکر میکنم فاجعه میشود. چی در سوق، چی در خطلان، چی در نهایت تابع مرکز در برابر مرکزهای علاوه استادان علاوه به این کار مشغول هستند. نمیشه که سریع توجه بیشتر شود که مثلا اونو فقط با تست سر و کار میکنن با دانش‌های عملی، یعنی 10 سال و 8 سال 9 سال اهمیت نمیدن. اینا شهر بدید چی است، چی میشه پس از هر سال امتحانی ما نتیجه ها رو تحلیل میکنیم و این نتیجه ها با تمام شعبه های معارف، ریاست های معارف شهر و ولایت ها با حکومت های محلی دسترس میشوند و ما با آنها پیشنهاد میکنیم که داوطلبانی که از همین منطقه آمدند دانششان در کدام پایه است. اکنون وظیفه
این مقامات ها این است که نتیجه های پیشنهاد کرده مرکز ملی تستی را بگیرند و تحلیل کنند و روی اون کار کنند. این است که این نتیجه ها باید معلق بماند. خب نکنم. و وقتی که ما از روی نتیجه ها کار کردن را یاد میگیریم و بعد خواننده ها را راهنمایی میکنیم که آنها باید چی کار کنند. خب یک نکته دیگر رو اینجا تاکید کنیم که شما روی کلاستر گفتید. بیننده های ما باید دانند که این کلاستر چی است. یعنی در نظام ما تمام اختصاص های که در جمهوری تاجیکستان در مسائل تعلیمی، تحصیلات میانه و عالی کسبی متخصص تعریف کرده میشن، همه این اختصاص ها از روی نزدیکیشون به 5 گروه اختصاص ها تقسیم کرده شدند. یعنی گروه اختصاص های یکم تکنیکی، طبیعی و تکنیکی، یعنی تمام اختصاص هایی که این سمت هستند در گروه اختصاص های یکم. گروه اختصاص های دوم اقتصاد و گئوگرافیا. گروه اختصاص های سوم فیلولوژی، پداگوژی و صنعت. یعنی تمام اختصاص هایی که در همین سمت هستند گروه اختصاص های سوم هستند. گروه اختصاص های چهارم این جامعه شناسی و حقوق و گروه اختصاص های پنجم طب، بیولوژی و ورزش. یعنی تمام اختصاص هایی که سمت طب هستند و بیولوژی و ورزش در گروه اختصاص های پنجم. و داوطلب موافق نظام امتحانات مرکزانه داخل شوی حقوق دارد که تا 12 کامبیناسیون اختصاص رو از یک گروه اختصاص انتخاب کند و با سپاردن یک امتحان، یک دوره امتحان، او میتواند از روی بلاهای انتخاب کردش به همین 12 کامبیناسیون اختصاص های انتخاب کردش داخل شود. خب یعنی کلاستر گفتن ما این معنی رو دارد. و امروز ما همیشه تاکید میکنیم که داوطلبان ما بیشتر رو به سمت علم‌های تکنیکی طبیعی ریاضی طبیعی تکنیکی بیارن، چون امروز تاجیکستان ما به همین متخصص‌ها نیاز دارد. ولی طوری که هر سال ما میبینیم کم میشود، یعنی مشاهدان آمارها را میبینیم شماره داوطلبانی که گروه اختصاص‌های پنجم رو انتخاب میکنند زیاد هستند. خب و در 2-3 سال اخیر شماره داوطلبانی که گروه اختصاص‌های طبیعی تکنیکی، گروه اختصاص‌های سمت آموزگاری را انتخاب کردند زیادتر شده ایستادند. این به نظر میرسد. ولی با حالا هم خود حکومت میگه این وضع نگران کننده است و ما در هر سخنرانی خودمون در هر واقعی ها ما تاکید میکنیم و دقت مردم رو، دقت جوانان ما رو به همین سمت علم‌های طبیعی تکنیکی. همینجا عمرش چه فکر میکنید که چرا کم است؟ چرا با این درخواست کم فرستاده میشه؟ خب این رو ما باید بیاموزیم که دیگه در مکتب میمونه باید آموزیم که عمرش چی است. این رو باید آموزیم که سبب ها چی است، چرا توجه مردم به این اختصاص ها کمتر است. باز میگم این یک تحلیل ضرورت دارد، یک تحقیقات ضرورت دارد. این رو باید در یک چی میگم تحقیقات فراگیر باید معین کنیم و بعد سبب ها رو معین کنیم و تدبیرها رو تدبیر جویی کنیم. و یک چیز رو باید در آخر صحبت باید تاکید کنم که طوری که گفتیم وظیفه تست و تست گذرانی سنجش است و وظیفه مؤسسه تعلیمی آماده کردن خواننده است، چی مؤسسه تعلیمی تحصیلاتی عمومی و چی مؤسسه تحصیلاتی میانه و عالی کسبی. مؤسسه تعلیمی تحصیلاتی عمومی در ظرف 11 سال خواننده را باید تعلیم دهد و او دانش‌های ضروری، ملکه و مهارت‌های ضروری را باید بدهد. وظیفه مرکز ملی تستی این سنجیدن درجه دانش خواننده است و معین کردن درجه دانش و ملکه و مهارت خواننده است و اون را معین میکند و میگوید که شما به اینجا موافق هستید. این قدر وظیفه دارد مرکز درست که درست فهمیده شود. این باید درست فهمیده شود که وظیفه مرکز ملی تستی این تعلیم دادن خواننده نیست. استاد نمیشه که در همین جا پیش از داخل شدن همین بچه‌ها یک انشاء عمومی از همه گرفته شود؟ این خیلی امکانات دارد که مثلا همون گفتید که روانی شناسی است، بعضی چیزا است، یعنی جا معین شود دیگه همه موضوع تقسیم شد
یک زینش، یعنی گذاشتن به همین وای سپردن، یک انشای سراسری عمومی گرفته شد، یعنی خیلی پیشنهاد کنن یکی زیادی خراجات میشد یا دیگر چی است؟ واقعا ما یک تجربه را داشتیم سال 2018 با دستوری دستگاه راهبری دولت فقط در دایره گروه اختصاص‌های سیوم انشا گرفتیم و نتیجه ها آن بود که ما دیدیم و معلوم شد که نتیجه ها واقعا نگران کننده بود و برای آماده کردن خواننده های ما، برای آماده کردن آموزگاران ما، یعنی دو چیزی مشخص است. خوانندگان ما باید برای نوشتن انشا آماده شوند، آموزگاران ما برای سنجش و خالگذاری کار خواننده باید آماده شوند. این مسئله های هست که ما باید تیار شویم. تشکر زیاد که دعوت رو پذیرفتید و در برنامه کتابخوان اشتراک کردید. من فکر میکنم با بیننده برنامه کتابخوان یک شرح خوب از این موضوع دادید، چون من همیشه گفتیم که در برنامه کتابخوان وابسته به وضع معارف، دانش از خود کنی، آگاهی، اندیشه، نظر دیگر به موضوع برای شخصیت ها، دانشمندان، عالمان و نفران اسای گوناگون منبر میدیم که تو آنها اندیشه خود رو، فکر خود رو در دل خود موضوع بگویند و بیننده برنامه ما از اون موضوع آگاهی پیدا کنند. در آخر برنامه کتابخوان میخواستم یگان پیامی از اندیشه، از فکر است به بیننده برنامه کتابخوان، به جامعه کتابخوان تاجیکستان داشته باشید. صحبت رو سپس خلاصه کنیم. درست است. تنها و تنها آن ملت میتواند شکوفا باشد که دانش دارد. آن ملت میتواند پیشرفت کند که رو به دانش‌های پیشتاز، دانش‌های زمان امروز رو بیارد. آن ملت میتواند شکوفا بشود که قسمی بیشتری مردمش، جوانانش دانش دارند. دانش‌هایی که برای جامعه امروز ضرور است، برای پیش بردن جامعه ضرور است این دانش‌ها را داشته باشند. بنابراین من دعوت میکنم که رو به کتاب بیاریم، بخوانیم و با اون نفرانی که امروز میخواهند برای بهبودی مکتب و معارف ما دلشون میسوزد، برای پیشرفت علم و معارف ما تلاش میکنند، بیاییم دست به دست هم دهیم و کوشش کنیم که امروز جوانان ما برای یک زندگی شایسته آماده شوند و تنها آن کشور میتواند پیشرفته کند که مکتب و معارفش پیشرفته است. این وظیفه جانی امروز ماست. بارها گفتیم و بار دیگر تکرار میکنم که برنامه کتابخوان در برابر تبلیغ کتابخوانی، مطالعه، دانش، اندیشه، یک از وظیفه‌های اساسیش این پیگیری کردن وضع معارف و مقام آموزگار در تاجیکستان است و ما سلسله پادکست های خود، سلسله صحبت های خود رو در این موضوع ادامه خواهیم داد و معارف پروری که همون اجدادان ما داشتن یکی از شیوه کاری این برنامه کتابخوان خواهد بود. یادآور که در صحبت ما بودن جمشید عظیموف، نماینده مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، با برنامه خوش آمدید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه‌های آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و یاورتون.